ما اینجا کارشناسان را دعوت کردیم تا بگویند که ما در چه حالت هستیم و وضعیت اقتصادی تاجیکستان در چه حالت است. تاجیکستان تا به این حالت رفته رسیده که 55% صادراتش را در سال 2020 ذخیره های مالی کشور تشکیل دادند. یعنی حکومت تاجیکستان چنان کارناشایم شد که ذخیره های کشور را برد به خارج بفروشد تا اینکه کرسیش را حفظ کند. منصبداران، رهبریت کشور به خاطر در منصب ماندن 55% صادرات تاجیکستان را ذخیره های مادی، این صادرات نیست چنانه که کارشناسان گفتند. این صادرات نیست، این دادن ذخیره ها، از بین بردن، خالی کردن انبار است. انبار که خالی شد چیه؟ نشانش چی است؟ بانکروت سیستمی. برای همین تماشابینان گرامی خواهش میکنم یکایک شما به این چیز اهمیت دهید. ما درباره کیسه شما، ما درباره بایگری شما گپ زده شدیم. شما خود را کم نگیرید. اگر شما این مال و ثروت کشور را صاحبی کنید هرگز مهاجر نخواهید بود، هرگز کوچه خروبی، هرگز ساختمان کشورهای به ساختمان کشورهای غیر نمی روید. تنها همین بس است که ثروت خود را صاحبی کنید. یک کارشناس دیگری ما، سیاستمدار شناخته کشور، علیم شیرزمانوف هستند که ایشان نیز در این باره فکرهای خود را دارند. بنده میخواستم دقت همه شما را به اصل سوال برگردانم. سوال یعنی اون سنگ‌های قیمت‌بها و متال‌های قیمت‌بها که صادرات شدند در این سال با 55% صادرات، خیلی که اینجا عبدالمنان گفتند 800 میلیون. خب 800 میلیون رو اگر از طبق نرخ و نوای امروزه که تابستان سال 2020 در اینترنت دیدم 33 میلیون و 731,636 دلار بوده است یک تن طلا و طبق همین حدود 24 تن طلا اگر فقط طلا صادر شده باشد حدود 24 تن طلا صادر شده است. و همه مسئله برمیگردد باز به سیاست. حاضر اینجا شما گفتید که خب اجازتی هم به مردم که طلا شویند، سنگ ها رو یعنی استخراج و کار کرد کنند و به سودا برارند. لیکن اگر ما نظام سالم سیاسی و اقتصادی رو نداشته باشیم بگذار همه شهروندا طلا یافتند، سنگ یافتند، سودا کردند و اون باز می رود برای همون محصولات خیلی که مردم ما میگویند در نرازوی خطایی همه باز همون مبلغ باز میخیزد میرود به خطای، چون که ما نظام سالم سیاسی نداریم و بر حسر اون نظام سالم اقتصادی نداریم. از کدام خاطر بینید به هیچ کسی پوشیده نیست که ما در نظام افتکراتی زندگی داریم و نظام های افتکراتی در تاریخ معاصر ما دو نظام افتکراتی رو در خاطر داریم. یکیش نظام افتکراتی ایدئولوژی که سابق شوروی فرض کردیم ستالین بود که می گفتن که کی وقتی که مرد یک شیم داشت و یک پالتو داشت و نمیدونم یک موزه داشت، یعنی نظامی که نظام افتکراتی ایدئولوژی است و این نظام تا حد آینده نگری دارد، به خاطر آینده هم یک کمی اندیشه دارد. لیکن نظام افتکراتی که امروز ما در تاجیکستان داریم و در سایر کشورهای مشترک المنافع، این نظام افتکراتی اولیگارخی، یعنی اولیگارخی چیز که افتکراتی بررسی میگن، اینا یگان فکری آینده نگری ندارند. یعنی اونه که سر قدرت است
من امروز و این ساعت باید چقدر توانم فایده گیرم، فایده شخصی در حسابهای بانکی خود باید امان را گذارم. و از این خاطر ما نظام سالمی سیاسی و اقتصادی نداره. برای همین اگر ما امروز حتی به مردم اجازه تلاشویی و سنگ کارکنی که این مردم اگر اون را به سودا هم زند، باز رنگ همین ذخیره هایی که 24 تن طلا صادر شده است باز همون هم یعنی صادر می شود. برای بینید این طلا را به کی فروختن؟ این به شویتریا که سنگای قیمت بها ندارد، شویتریا که شاید کانهای طلا هم ندارد، لیکن شویتریا این طلای سنگای قیمت بهای ما را صاحب شد. یعنی نظام اون چیزی که ما اینجا میگیم که خارجیان کار میکنن، خب در دبی، در عربستان سعودی، خب در صنعت نفت تقریبا عربا کار نمیکنن، چی از رهبریت تا کارگر قطاری همه به گفت ما میگرانت ها هستند. لیکن نظام اقتصادی، نظام سیاسی چنین است که همه این به فایده همون ملت کار میکنن. یعنی بگذار او خطایی بیاید در وطن ما کار کند اگر متخصص باشد، لیکن نظامی که ما ساخته ایم او حتی سال 2013 2 ماه یک نچلنیک زستاوا 2 ماه رنگ کولکان طلای رنگ کول را در اختیار خطایی ها گذاشت و زیاده از 300 ماشین کلان حجم همین خاک طلادار را میکشوندن به خطای. یعنی همین قدر فایده داشته است که همین قدر کیلومترها همون خاک رو میکشونن و از اون طلا رو جدا کرده میبرن. از همین خاطر ما برمیگردیم باز به همون سیاست. تا آن دمی که ما صاحب واقعی دولت خود نشده ایم، یگان از همین اقدام هایی که بگذار حضرت شوکت شود میلیاردر رو بگوید که من انا برای وطن خود خدمت میکنم و امین را در کانها چی میکنم، یعنی سرمایه گذاری میکنم. لیکن اون سیستمی که حاضر گفتن موجوده گفتن، نمون نفری که نامش را در خاطر ندارم، یک وترنار آوردن ماندن نظام سیاسی و نظام اقتصادی تاجیکستان، وترنار آوردن ماندن در سنگای قیمت بها و این سنگای قیمت بها را گرفت رفت رحمانوف در یک برآمدش خودش درباره همون مرد گپ زد که همین قدر سنگ 20 چند تن کیلو سنگ گرفت است و گریخت است. از وظیفه هنوز در وظیفه بوده گریخت است. و اگر در خاطر داشته باشد، شاید بعضی ها در خاطر داشته باشند، در سالهای 80 و چندم هنوز شوروی بود، در بدخشان یک لعل 5 کیلویه رو یافتن که این نادرترین بازیافت در تاریخ بشر بود، در تاریخ بشر. و اون در آثارخانه لنینگراد که امروز پتربورگ است، در همین آثارخانه محفوظ بود و رژیم رحمانوف اون را از آثارخانه پتربورگ بازپس گرفت و با شمول دیگر سنگ هایی که همین وترنار دزدید، همون سنگ هم گم شد. این سنگ باید ما گشنه میماندیم و این باید در آثارخانه تاجیکستان تحت مراقبت شدید نظامی باقی میموند و این باعث خود همین فایده همین سنگ از گردشگری، یعنی سیاحان برای تماشای
اما یک سنگ می اومده، این زیاده از همین طلایی که امروز صادر کردن از این زیادتر فایده می اومد. و باز اینجا درباره خریطه گپ زده. خب ببینید در تاجیکستان امروز با تجربه سابق شوروی ما اعتراف نداریم که تاجیکستان یاقوت دارد، تاجیکستان سنگای لاجور و دیگر سنگای قیمت‌بها. اشاره آن را نداریم که در تاجیکستان چنین سنگ‌ها وجود دارد. یعنی ما از این سر دولتی ساخته ایم که ما در تاجیکستان و آن زمین هایی که به خطای تسلیم شدن در آنجا کان سپفیر بود، کان یاقوت بود، کان طلا بود و کان سرمه بود که شاید در همان کان شاید چی هم پیدا میشد، الماس هم پیدا میشد. ببینید ما میگوییم که همین دارایی‌هایی که داریم ما اون رو اگر استخراج و کارکرد کردیم ما بای میشاییم. نه بینید خب ونزوئلا را بینید با اون نفتی که دارد قشاق‌ترین دولت است چون نظام اقتصادی و سیاسیش بد است. و بسیار دولت‌هایی هستند در آفریقای جنوبی و مرکزی که در الماس دارند، الماس بهترین دارند و مردم قشاق‌ترین دارند چون اون الماس کارکرد می شود و مردم از اون چون همه فساد زده است. همون اون آذر که گفتم افتکرات یا الیگارخی که امروز برای امروز و این ساعت کار میکنند، او با کیسه خود او میبیند که با کیسه او چقدر میدراید و به دولت چقدر میآید. اگر او آینده نگری کرده کارخانه سازد این با کیسه امروزه او نمیدراید. خیلی که اینجا گفته او که این کان رو فروخت به چین او در یک روز میلیاردر میشه. برای او همینش خوبتر است. یعنی ما باز برمیگردیم به سیاست در این. و اگر ما ببینید ذخیره های هر یک بانک ذخیره والوتا و طلا رو باید داشته باشد برای اون که همان مبلغ‌هاش بانک ملی فرض کرد. و اگر امروز تاجیکستان همین ذخیره ملی خود رو فروخته باشد از ناایلوجی این باز بر اثر همون نظام سیاسی می آید که ما نمیتوانیم اگر ما تمام از این زیادتر کانهای طلا رو هم می داشتیم و طلا رو استخراج می کردیم و در بانک خود آن رو جابجا می کردیم باز هم مجبور می شدیم که به خاطر آرد و به خاطر گندم و به خاطر نفت آن را باز بفروشیم. تا آن دمی که نظام سیاسی آباد نشده است، نظام اقتصادی آباد نشده است، دولت های هستند در دنیا و مانند مثال لوکسمبورگ، مثال دیگر دولت هایی که چون یک شهر دوشنبه هستند، یعنی اون دولت ها نه یکم کندنی های فایده‌ناک دارن. لوکسمبورگ امروز معاش بلندترین در دنیا دارد. در لوکسمبورگ نه طلا دارد، نه نقره دارد، نه نفت دارد، ولی اون میتواند تمام طلای تاجیکستان را خریداری کند. یعنی این نظام سیاسی و اقتصادی مهم است. این باز برمیگردد به انحصار بازار. به انحصار بازار برمیگردیم. ببینید یک کان ولفرام در ناحیه روشان یک شرکت کانادایی خواست کارکرد کند، حتی شروع کار هم کرد و از اونا طلب کردن که به ما همین قدر تعداد دیگر اختیار، یعنی او حال معلوم نیست او فایده میارد نمیارد. مردک ها آمدن برای ملت تاجیک
ریسک کردن، یعنی ریسک کردن که شاید فایده نگیرند، شاید همون چیز فایده نآورد، لیکن اونا آماده ریسک بودن. لیکن مقامداران ما گفتن که همین قدر میلیون اول همچون دولتی دو بعد کردن سر کنید. یک بیچاره از شویتزاریا اومد در نوع مرغاب شرایط مردم بیچاره را اونجا دید و بعد خواست که در اونجا شمال زیاد است، خواست که همین یک زمین نمیدونم چند هکتار بگیرد. او زمین هم دید و آن را باید بگیرد و در آنجا وای بادبان ها ماند و قوه خب این چیز استحصال کند، بعد رو استحصال. اینا آمدن گفتن که همین قدر به ما ته پول ته بعد شروع کنند. یعنی اون چیزی که شما گفته استودید که همین برای پرچم و برای چایخانه و ملی و نمیدونم کتابخانه ملی به کتابخانه برای خب یک گله کارهای دیگر که مبلغ صرف میکنن، شما میگید که اون مبلغ رو به اینجا روانه سازن که این البته که خیلی خوشبینی نسبت همین حکومت است که گویا حکومت میخواسته است یک کار پیش رود. آخر این حکومتی است که هر یک وظیفه سودا می شود، هر یک وظیفه سودا می شود و در این سودا پرزیدنت خودش شرکت می کند، به واسطه پرزیدنت دوله میگه. آخر شما از چه توقعی دارید از این سیستم که این بیاید و در فکر پیشرفت این ملت باشد؟ اون چیزی که شما گفتید مگزین های برای خریداری سنگای قیمت بها کردن در سالهای 90 و چندم در بدخشان می خریدن. یک مردک قادر نام داشت از وزارت مالیه می اومد اونجا می خرید از و بعد همین روی خطی مردم کردن که اونها یک تنیم تا سنگ می یفتن. بعد بسیار با مشکل دچار شدم. میدونید حداقل 15 نفر من میشناسم از مرغاب تا روشان که به خاطر یک سنگ ناچیزه که خیلی که موجوده گفت وای ارزش هم ندارد، او بیچاره فکر کرده است که از همین یک چی می شود و هیچ چی نیست، از 10 سال بالا زندان شده. به خاطر چی؟ به خاطر اون که این گویا یک به خاطر اون که همان مقامات هم برای خود نتیجه می کند و هم برای خود از بعضی مبلغ می ستاند، برای همون یک سنگ نمی شدگی که و به 2 سوم هم نمی خرند و بیچاره نمی داند که این ارزش ندارد، لیکن نامش که یاقوت است یا نامش که لعل است، این کارمند امنیت او را بازداشت می کند و یا از او مبلغ می ستانند و یا او را حتی مبلغ ستانده زندان می کنند. بسیار حالت ها می گویم که حداقل 15 نفر من می شناسم که بر اثر چنین پرونده ها زندان رفتند. در تاجیکستان خیلی که در ما کمیته خواه هستند، کمیته مخصوص بود، کمیته سنگ‌های قیمت‌بهای تاجیکستان. همین کمیته یک چند مسئول ها داشتند و همین کمیته رو از بین بردند. به خاطر چی از بین بردند به ما نامعلوم است، لیکن رئیس همین کمیته سابق رزمنده کماندانی فرانت خلقی تاجیکستان جهانگیر روزیف رئیس همین کمیته بود، سابق کماندان فرانت خلقی تاجیکستان. چیکار میکند؟ تقریبا 16 زمرد گرانبها را با ارزش 28 میلیون دلار از کشور بیرون میبرد به آلمان. این را
دستگیر میکنن، این آشکار میشود و حالا همین 28 میلیون دلار در بانک، یکی از بانک های آلمان هست، همین 28 میلیون دلار و تا 60 میلیون دلار رسیده است و حکومت جمهوری تاجیکستان از این فایده میگیرد. شاید به نام کسی باشد. و همین جهانگیر روزیوف، اگر یادتان باشد در رسانه ها خبر شده بود که سال 2001 به او حکم قتل داده بودند. نفری که بازداشت شده بود به او حکم قتل داده شده بود. او چگونه او را نمیکشند، قتل نمیکنند، لیکن از تاجیکستان خارج می شود. چگونه از تاجیکستان خارج می شود؟ با بایگری های تاجیکستان، با یعنی ثروت تاجیکستان، با زمرد های قیمت بها خارج می شود. به این اگر رهبریت کشور شریک نباشد، به این اگر حکومت تاجیکستان شریک نباشد، به این اگر خودی عموما همین گروهی حکمران شریک نباشند، چگونه یک نفری که بازداشت شده است و حکم قتل گرفته است از تاجیکستان نه فقط خودش تنها بلکه با زمردهای قیمت بهایی که ارزششان 28 میلیون دلار بود بیرون میشوند؟ در همین باره کارشناسان ما چی میگفته باشند؟ فکرتون چی است؟ این نشانگری چی است؟ همین مقدار سنگ‌های قیمت بها را فقط میشد از طریق پوچته دیپلماتی روان کرد. خیلی می شود که یک فرض مثال اگر او را به حکم قتل محکوم نکرده باشند، یک منصبداری که گریخت، فرض مثال به یگان مجوز حکومت، یگان مجوز در دست نداشته باشد برای همون سنگ ها، هر یک سنگ به علاویدگی صاحب شناسنامه باید باشد. اگر نه در جهان غرب این سنگ را یگان نفر از شما نمیخرد. شاید یگان چیز کریمینال باشد، پیدا کنی کریمینال در کدام چیز غرب، دولت غرب که همین یک سنگ دو سنگ به طور قاچاق خریده باشد که اصلا غیر امکان است یافتن چنین یوویلیر رو یافتن در اینجا مشکل است که او بیاید و یک سنگی به شناسنامه رو بخرد. هر یک سنگ در اونجا شناسنامه داشت و حتی اگر شناسنامه تاجیکی می داشت و توسط روسیه رفتنی می شد، روسا بازداشت میکردن همین مقدار سنگ. بله. ترکا بازداشت میکردن همین مقدار سنگ. بازداشت نمی شد فقط توسط پوچته دیپلماتی که این با امضای شخص یکم کشور فقط امکان پذیر است. یعنی تو شخص یکم کشور در همون جا امضا نمانده باشد، او را در همه فرودگاه ها تفتیش میکنند. لیکن اگر حکومت تاجیکستان یک پوچته دیپلماتی روان کند، او را هیچ کس حق ندارد که تفتیش کند و این پوچته دیپلماتی با امضای شخص اول میره. یعنی در اینجا خود رحمانوف قاچاقچی اساسی همین مقدار سنگ بود.